خوش اومدین به اولین ویدیو از چنل من. امروز میخوام تجربه واقعیم رو از استفاده یک فن خنک کننده رادیاتوری موبایل به اسم DLA8 رو باهاتون به اشتراک بذارم. چیزی که واقعا منو شگفت زده کرد. این فن رو روی گوشی پوکو X6 پرو استفاده کردم. اونم موقع بازی با کال آف دیوتی موبایل که یکی از سنگین ترین بازی‌های گوشیه. اگه برات پیش اومده که وسط بازی گوشی داغ کنه، لگ بزنه یا افت فریم پیدا کنه، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین چون قرار خیلی واقعی و بدون تبلیغ از تجربه بگم. خب بچه‌ها بذارین خود فن رو معرفی کنم. این یک فن گیمینگه که طراحی فوق‌العاده جذاب و شیکی داره. دارای 3 حالت L1، L2 و L3 و دارای دماسنج که به صورت لحظه‌ای دمای صفحه پشت فن رو نشون میده بهمون که خیلی از فن‌های همرده خودش این قابلیت‌ها رو نداره. این فن دارای نورپردازی RGB فوق‌العاده جذابیه، استفاده از تکنولوژی خنک کننده ترموالکتریک که واقعا پشت گوشی رو سرد میکنه، نه فقط خنک. دمای سطح رو حتی میتونه منفی 10 درجه سانتیگراد برسونه. من خودم یک بار تا منفی 10 درجه بردمش. الان فعلا 0 درجه چون که به پاور وصلش کردم. شاید یکم قدرت خنک‌کنش کمتر هم باشه ولی قابل قبوله. صدای بسیار کمی داره بدون مزاحمت موقع استفاده. از USB برای تامین انرژیش میتونی استفاده کنی. نصب راحت با گیره محکم و بدون دردسر. واقعا وقتی وصلش میکنی حس میکنی گوشی تبدیل به دستگاه گیمینگ شده. اونقدر که این نورپردازی RGBش قشنگ. خب به نظرم اگه اهل بازی موبایلی هستی، مخصوصا بازی‌های سنگین مثل کال آف، پابجی، این فن یه انتخاب فوق‌العاده. توی این رنج قیمت خیلی کم فن‌هایی پیدا میشن که واقعا خنک کنندگی واقعی داشته باشن، نه فقط باد خالی بزنن. این فن خنک کنندگی بالایی داره، دماسنج داره، دارای 3 حالته و یکی از ویژگی‌های دیگه‌اش اینه که توی حالتی که به برق وصل باشه میتونی خاموشش کنی. بعضی از فن‌ها باید حتما برق رو بکشی تا خاموش شن. ظاهر حرفه‌ای، عملکرد عالی، تکنولوژی خنک کنندگی واقعی و نصب ساده همه با هم جمع شدن توی دستگاه کوچیک و سبک جا شدن. مرسی که وقت گذاشتی و ویدیو رو دیدی. اگه شما هم تجربه‌ای با فن‌های خنک کننده داشتین حتما توی کامنت‌ها برام بنویسین. مخصوصا اگه مدل خاصی رو امتحان کردین و اگه سوال دارین در مورد فن DLA8 یا گوشی پوکو X6 پرو با کمال میل جواب میدم. یاد نره اگه ویدیو برات مفید بود یه لایک بزنید. سابسکرایب هم یاد نره چون قرار کلی تجربه دیگه از بازی، گجت و ترفندهای گیمینگ موبایل رو باهاتون به اشتراک بذارم. فعلا با قدرت بازی کنین و گوشیتون رو خنک نگه دارین.